به دنیای پریزاد خوش اومدین. پریزاد یه آدم عادی نیست، یا حداقل خودش اینطوری فکر نمی‌کنه. یه روز پشت دوربینه، یه روز جلوی دوربین، یه روز داره با 100 تا فایل درگیر میشه، یه روزایی هم کلاً خاموش میشه. ولی یکم دیوونه هم هست، از اون مدل خوبا. بعضیا میگن زیادی انرژی داره، بعضیا میگن زیادی میخنده. اینجا قراره بخندی و شاید یکم با پریزاد دیوونه بشی. سلام به برابکس یوتیوب، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ باور کن خیلی کار سختیه واسم که الان بیام جلوی دوربین، چون همیشه اون ورش بودم، الان باید بیام این ورش. یعنی خوبه؟ منو داری الان باحاله. من قاب وسط رو دارم. ممنونم. برو درسته. من پریزادم، متولد 23 مرداد 1375 ام. یه خواهر دارم. الان 12 ساله که از وقتی که 17 سالم بوده عکاسی رو شروع کردم. توی استودیوی ودینگ شروع به کار کردم. اونجا کارآموز بودم. یه سری چیزا بهم آموزش دادن، ادیت عکس و پوز و فلان و اینا، ولی کارآموز بودم دیگه. میدویدم دنبال عروس، میدویدم عکس 3x4 میگرفتم. همین دیگه، همین روندی که خب خیلی هم داشتن، همین روند رفت جلو و توی 21 سالگی اینا حدودا یه استودیو زدم، استودیو کودک، که ورشکست شدم متاسفانه. دیگه تصمیم گرفتم که ببندمش. مامانم میگفت به خاطر اینکه آبرومون نره جلوی ملت نبند، ولی من بستم. یکی دو ماه یعنی نگهش داشتم. بعد دیدم که خب چه کاری، مردم از همونجا متوجه شدم که حرف مردم اصلا واسه من اهمیتی نداره. پیش دانیال خیلی چیزا یاد گرفتم، با بچه‌ها اکیپ بودیم، میرفتیم میومدیم. اونجا با سهند آشنا شدم، با سهند دوست شدیم با هم دیگه. نمیدونم واقعا در زندگی چه کار خوبی انجام داده بودم که مستحق این آدم بودم، ولی الحمدلله با سهند عزیزم آشنا شدم. بسیار خوشحالم از این موضوع و یکی از دلایلی که موهای سرم خیلی سفید شده همین موضوع. اومد با سهند اومدیم استانبولیم. بالاخره مهاجرت چه نزدیک چه دور چه تو خود ایران بری یه شهر دیگه، بالاخره یه سری سختی‌ها داره. رفتیم توی کشور غریبه و مجبور شدیم خودمون یه سری کارا بکنیم. نه دیگه کلیشه است، می‌دونی چی دارم میگم، خیلی صلاح نیستش که من میخوام راجبشون صحبت بکنم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم که بتونم توی شهر جدید دوباره رفیقای خوب پیدا بکنم، ولی واقعا یه چندین تا رفیق دارم که چشام عجولم، شکموام، خیلی مهربونم، عصبی هم هستم به نسبت، زود جوشم. یعنی وقتی که دوربینو میگیرم دستم، یا اینکه وقتی که مثلا یه سوژه عکس میگیرم، واقعا احساس کریئیتر بودن یا خالق بودن بهم دست میده. یعنی خیلی حال میده ثبت کردن یه سکانسی که یا خوشحالیه یا ناراحتیه یا احساسیه یا حالا تبلیغاتی، حالا هر چی. خیلی خاطرات خفنی دارم از سن بچگیم. گل بازی کردم، بچه باغ بودم دیگه، میدونین چی میگم، چوسی نبودم، یعنی سوسول بازی اینا نه، هنوزم ندارم واقعا. 14 سالم که بود مربی رقص بودم تو باشگاه مامانم. اولین حقوقم هم 200,000 تومان بود. ببین من کلا آدمی بودم که میرفتم همه چیو تست میکردم و ول میکردم. یعنی مثلا این تنها کاری بود که از همون اولی که شروع کردم، یعنی از 17 سالگی که این کارو شروع کردم، یک روزم نبوده که از این کار فاصله بزنم، مثلا ورشکست شدم یا مثلا این داستانا. ولی موضوعی که بود این بود که دوباره انجامش دادم. یعنی مثلا هیچ وقت نبوده که بگم که خب دیگه من نمیخوام عکاسی کنم دیگه. نمیدونم واقعا چی باید بگم. ترسم اینه که ترسی نداری، اکثر اوقات نترس میری جلو. آره خیلی ترسی ندارم. ایمانم به خداست. دلتو با خدا باش و پادشاهی کن. پول تصمیم گرفتم که تو چنل یوتیوبم هم کارهای فام بکنم، خود واقعیم باشم، ببینم شما چی دوست دارید. یعنی مخاطب بستگی داره که چی بخوادم. من واقعیت دلم میخواد 5 سال دیگه یه قدمی تو نیویورک زده باشم. غذا میپزم، فیلم میبینم، زبان میخونم. هیچ فورسی روی زندگیم ندارم. یعنی دوست دارم که مثلا یه سری چیزا رو یه روتینی داشته باشم توی روزمرم، ولی کلاً خیلی درگیر چارچوب نیستم. هرچی حال کنم.
سعی میکنم که توی اون لحظه‌ای که دارم زندگی میکنم بهترین کاری که میتونم بکنم و انجام بدم. سوالاتون تموم شد؟ من چیز سوال کردنی نیستم، یعنی الانم فکر نمیکنم مثلا مردم خیلی سوالات خاصی هم من داشته باشن. حالا امیدوارم که من بتونم لایق چشمان زیبای شما باشم.